اینم جهرمی به عشق خودت. ای های تو ابوالبز ابوالبز نمیبینه. Yes I can, doubt better leave, I'm running with this plan. Pull me, grab me, crabs in the bucket can't have me. I'll be the president one day. January 1st. بالاخره پیدات کردیم. آره من که بودم، شما نبودید. خوبی؟ عزیز به خوبید؟ چه خبرها؟ سلامت. چرا ابوالبز؟ بین این همه اسم چرا ابوالبز؟ من بعضی وقتا داخل ویدیوهای خودم هم میگم ابوالبز، خیلی‌ها کامنت میذارن که آقا داستان ابوالبز چی هستن؟ ما یه تورنمنتی بود لیدوما. قبلا خیلی تورنمنت میذاشت لیدوما. شرکت خیلی بزرگ، همه یه ما رو ساپورت میده. بعد تورنمنت کالاف هم زیاد می‌داشت. ما با امیرلینچ و علی صبی جهادی که تیم بودیم، با هم رفتیم. اسم امیرلینچ موز بود، من بوز بود اسمم. با مسخره بازی گذاشته بودیم که تو اون تورنمنت من خیلی زدم، استریم داد میزد بوز و اینا. دیگه آروم آروم دو سه ماه گذاشتم بوز، دو سه ماه گذاشتم ابوال، جفت کردم اسم ابوالبز. ولی 6 7 ماه بعدش مثلا یکم با کلاسن تر باشه، گفتم بوز معنی گوت داره، گوت هم معنی گریت اف آل تایم داره، یعنی بهترین مثلا بهترین همه پس یعنی زمان. این بوزی که ما میشناسیم نیست. آره در هم بوز هم گوت دیگه. ولی خب نه بوز منظور از بوز گوت هم بیشتر میشه گفت. گوت یعنی چی دقیقاً؟ گوت گریت اف آل تایم، یعنی بهترین همه زمان. بوز بوز خودمون دیگه. ولی خب بوز معنی گوت داره، بوز میشه گوت، گوت هم این معنی رو میده. گرفتم چیشه. آره خب خیلی داخل کامیونیتی کال اف دیوتی موبایل توی این مدتی که گذشته سر صدا کردی، تورنمنت فرق، تورنمنت‌های قبلش و اینکه یهویی اسمت همه جا پیچید. خدا رو شکر. این داستانه از کجا شروع شد؟ از تورنمنت فرق یا قبلش؟ از قبلش. من اینستا که داشتم موقع لیدر بود، ولی تو اینستا فعالیت نمی‌کردم. اینستا خیلی اسم بیشتر بپیچونه، ولی من فعالیت نداشتم تو اینستا تا 3-4 ماه پیش و بیشتر فعالیتم تو یوتیوب بود. یوتیوب هم شورت ویدیو نمی‌ذاشتم. وقتی شورت ویدیو نذاری وایرال نمیشه، فقط پستو می‌ذاری که خود فن رو بگیری بری جلو. بعد دیگه اومدم اینستا فعالیت کردم. موقع اینستا فرق تورنمنت گذاشت، حالا بازم یه تورنمنت تاریخش نمیگم، یه چند وقت دیگه. یه سری حواشی هم داشتین دیگه. آره، تو این مدت حواشی هم داشتیم. ما فکر می‌کنم یکی دو تا استوری گذاشتی و کلا پروندهشو بس. آره. توضیحات ندادی. چون که میگم بعضی از ایرانی دوست ندارن هموطن خودشون یا بزرگچی یا هرچی، که همین دیگه تورنمنت فرق هم رفتیم. خیلی اوکی بود. ما دو تا تورنمنت فرق 3 تا هفته بود. هفته اول رفتیم با استریم همش اوکی بود. هفته دوم رفتیم مقدماتی نیاز به استریم نداشتیم. بعد ما نکرو قرار بود با اون بیاد، راموس پاش شکست رفت بیمارستان. بهشون گفتیم رو سر آپدیت میشه داد، گفتن نمیشه داد. به نکرو گفتیم بیاد رو اکانت راموس. خب در اصل یعنی مشکل خاصی نداشت، ولی خب تو قوانین تورنمنت این اجازه رو نداشت، ولی خب در اصل مشکل خاصی نداشت. ما رفتیم از شانسمون اون روز بدون استریم رفتیم، چون نکرو با اون بود، نباید کسی میدید استریم کردیم. هادی می‌خواست استریم بذاره، هادی کرد. بعد ما رفتیم خیلی زدیم. AMK که مثلا وینر تورنمنت شد، نصف پوینت ما پوینت داشت، یعنی ما میرفتیم بالا AMK حتی سود هم نمی‌کرد. آره اینو یادم. آره یعنی حتی AMK که رفیق خود مثلا فرگینا سود نمی‌کرد، چون ما خیلی زده بودیم. مچ پنجم ما گیر دادن، ما رو درجه کیک دادن. مچ ششم استارت کردن. بعد مچ ششم خود لیدر یعنی خود فرق کیک داد. ادمین داره، چند تا ادمین داره. فرق اومد ریکوردر رو چک کنه جلوی استریم که اشتباه کیک نداده باشه. یکی از پلیرهای ایرانی که جز ما بود اون که هک بود کیکش دادن. ریکوردر ما رو چک کردن، گفتن سالمه. اما دیگه هم ابوالبز ریکوردرشون سالمه و میتونن برگردن تو روم. به ما روم دادن، برگردیم تو روم. رفتیم تو روم. نکرو از اکانت راموس لوگ اوت کرده بود، چون دیگه نمیخواست بازی کنه. ما تو روم بودیم، 3 نفر بودیم. به نکرو گفتیم بیا، گفت باگ لوگ این خوردم. باگ لوگ این چجوریه؟ آره دیگه میذاریم کلا مشکل داره. آره. بعد باگ لوگین خورده بود، نمیتونست وارد شه. گفت با گوشی میشینم تو روم تا با آیپد جوین شم. بعد تورنمنت رو استارت کردم، مپو دانلود نشه بلک اوتو. فکر نمی‌دونست که همچین قضیه بوده، چون هیچ کی همچین فکر نمی‌تونه کنه که یکی دیگه رو اکانت اومده بعد لوگین نشده. اینا رو هیچ کی نمی‌تونه فکر کنه. من خودم باشم همچین فکر می‌کنم. گفت هک کیک دادم، ولی خب ما میتونستیم بگیم نکرو رو اکانت نیست
و مثلا نمیدونم باگ خورده هرچی، ولی خب واقعیت رو گفتیم که یه واقعیت نمیشه ازش فرار کرد. گفتیم آقا آره نکرو بود رو اکانت، مشکل هم نکرو بوده، این تورنمنت هم بازی نمی‌کنیم، ولی خب هیچی نبوده، فقط نکرو بوده، با گوشی اومده اسکرین دادیم بهشون، با گوشی اومده بود با آیپد وارد شد، چون نکرو هم خود پلیر ام کی دیگه رفیق خودشون اصلا. بعد همین این تورنمنت قبلی رو کلا نتونستیم بازی کنیم، تورنمنت بعدی که میریم دیگه این یک دو هفته دیگه است. این تورنمنت بعدی دعوت شدیم دوباره. آره $25000. آره دیگه با توکیو و اینا. به جز شما تیم‌های ایرانی دیگه‌ای هم بودن دیگه. نمیدونم اون موقع آره، ولی این تورنمنت جدید رو نمیدونم، چون اینوایتیه مثل قبل نیست که ریجستر کنی، خودشون اینوایتت میکنن کانتنت کریتور. فکر کنم تیم ریپرنا که 100% هست، تیم‌های دیگه رو نمیدونم، وایدونت هم فکر کنم باشه، ولی تیم‌های دیگه رو نمیدونم. تیم شما هم که از همین الان آماده ما تیممون ما دعوت نشدیم، توکیو دعوت شد، توکیو آیتی، ما هم تو تیم توکیویم، من و هادی که توکیو هیپنو. یادم قبل از اینکه کلا وارد این تورنمنت ها بشی با تیم لوتکس بود. من با همه تیم‌ها بودم، اول از همه که تو ام کی بودیم، لوتکس بود، آکمن بود، اسلر نبود، اصلا گوشی بود، یاد پلیر خفنی نبود. بعد اونجا 8 نفر بودیم، علی سوج و لینچ هم بودن. ام کی 2 تا تیم داشت، یه تیمش ما بودیم ایرانی‌ها، تیم هم خودشون بودن، ولی خب ما بیشتر ریزالت می‌آوردیم واسه اونها. رفیق بودیم از اول، تو یه گپ بودیم. بعد جدا شدیم، خودمون دوباره تیم شدیم یه مدت. به مشکل خوردیم، رفتیم با لوتکسینا، من و لوتکس و هادی و لیدر ایتین و میگم ما اونو بازی کردیم واسه تورنمنت فرگ قبلی هم قرار بود با لوتکس بریم، ولی کانتنت کریتور رو باید جدا تیم میدادن. اونایی که کانتنت کریتور نیستن، من کانتنت کریتورم ولی کانتنت کریتور بزرگ نیستم، بزرگا باید با هم بازی می‌کردن، اونایی که کانتنت کریتور بزرگ نیستن با هم. منم با تیم خودم رفتم، ولی خب به این مشکل خوردیم. ولی واسه تورنمنت بعد همشون کانتنت کریتورن که ما با توکیو و هادی و هیپنو میریم، بقیه تیم هم دیگه با تیم خودش. ان شاءالله که موفق بشید. ابوالفضل از کی کالافو شروع کرد؟ سوالیه که ذهن همه رو درگیر کرده. واقعا خودم هم دوست داشتم این سوالو جوابشو بدونم. سیزن 7 یا 8 بود. من باشگاه میرفتیم با چند تا دوستامون. پسر خالم اومد گفت یه بازی هست، یه همچین شکلیه، تفنگیه فلانه. بعد ما نصب کردیم، ساعت 2-3 شب میرفتیم مولتی بازی می‌کردیم. ما مولتی با هم تو روم می‌زدیم، مولتی بازی می‌کردیم. حتی موقع تیر خودکار بود، یعنی خودمون تیر نمی‌زدیم، ایمو می‌بردیم رو انمی، خود اکتیویژن تیر می‌زد واسمون. در این حد بودیم. 3-4 ما بازی کردیم مولتی، هیچ نبود. بعد تیر آوردیم، هات چیدیم فلان، سنس چیدیم. یه سال اینا مولتی بازی کردیم. مثلا که لنوارینا می‌زدیم، مولتی بودم خوب بود، خیلی خفن بود مولتیمون. ولی خب موقع اصلا کالاف زیاد تو بورس نبود. رفتیم بتل، یکم بتل بازی کردیم، یه 2-3 ماه بتل بازی کردم. کاستومای یه کاد مسعود بود، کاستوم جایزه رو گذاشت، رفتیم تو کاستومش خیلی خوب زدیم. اون کاست بره لیدر برد، منم میشناخت. منم یکی از دوستام گفتم داش هفته بعد بریم لیدر برد. گفت نه بابا ما که چیزی نمیشه. نه حالا میریم یا چیزی نیست که ما بیکاریم، مثلا مشکل نداره. به مسعود گفتم، مسعود گفت من هستم با یه نفر فلانی. من و رفیقم، چون دو نفر قبول بریم. روی اکانت. آره روی اکانت. 12 من 12 دوستام. بعد یکی از دوستای دیگه محمد راموسینا با داداشش مجتبی، اون موقع اسمشون جوجول و نینجا بود، با ارسی وایتی بازی می‌کردن. بعد اونا دو تا بودن، ما دو تا بودیم، 3 تا اکانت بودیم، می‌خواستیم بریم. شروع کردیم لیدر برد اولو، همه بازی کردیم. بعد یه هفته همه کم آوردن، چون خیلی سخته، روزی 12 ساعت از زندگی داد بزنی غذا. یادمه توی تایمی که باهات صحبت می‌کردم میگفتی که مثلا در طول 24 ساعت 1 ساعت و نیم می‌خوابیدی. من بعد 2 هفته به حساب دوستم کم آورد، گفت من 600 نمیتونم بیشتر بازی کنم. بعد پلیر رو ما زیاد نمیشناختیم مثل الان که مثلا 20 نفر بگیم آ فلان تایم بیا فلان تا نیا. خودم 18 ساعت بازی می‌کردم، دوستم 6 ساعت. بعد همینجوری بازی می‌کردیم، ولی بقیه اکانت‌ها 3-4 نفر 5 نفر با اکانت 18 ساعت در طول روزو فقط میذاشتی پای کالاف. آره که بری لیدر برد. دقیقاً لیدر برد بودیم اتفاقا. مثلا موقع 100 بودیم، 110 نه، چون ما گوشی هم بودیم، آبی 3 داشتم، همه دو گوشیم داغ می‌کرد. بعد خودت فکر می‌کردی میون صحبت نه اصلا که اصلا یه روزی به اینجا برسی؟ اصلا نه. یادته که جرقش از کجا خورد؟ آره. از کجا؟ من وقتی آیپد نگرفتم، گوشی بودم، آیپد رو همینجوری گرفتم که حال بده بهم، ولی خب خیلی امید ریز داشتم. یکم تورمون رفتیم با بچه‌ها، تیم چیدیم، وقتی لیدو ما اولی رو وین کردیم دیگه یکم امیدم روشن شد. خیلی قدیم بود لیدو ما اولی، اون موقع ایوان بودیم. این صحبت مال کی دقیقاً؟ نمیدونم آقا، 3
3 سال پیش. آره حدودا. یعنی 3 سال پیش اولین جرقه‌ای که خورد 3 سال پیش. آره آیپد بود. بعد میگم بعد لیدر بورد یکم من پیجم رفت بالا چون کاسومینم میرفتن. بعد ما رفتیم با گوشی بودیم رفتیم تورنمنت ان ای بازی می‌کردیم. تورنمنت چجور شروع کردم؟ یه منیجر بود قادر، اولین منیجر کال اف دیوتی موبایل. پیجشو داشتم، استوری کرد ساعت 6 صبح. استوری کرد نیم ساعت دیگه تورنمنت دابله، کسی هست من بیاد بازی کنه. من ریپلای دادم اگه کم داری من هستم. رفتیم، خودش بازیش خیلی بد بود قادر ولی آیپد داشت. رفتیم من با گوشی خیلی رومو زدم و همه کار کردم. گفتش از این بعد تو با من دابلا رو بیار. دو سه تا دابل بازی کردیم، خودش خوب نبود. ولی منیجر خیلی خفنی بود. بعد من مایور انتیتی و راموس و اینا که جوجول بود میرفتیم ان ای بازی می‌کردیم. یه 6 7 ماه ان ای بازی کردیم و آیپد گرفتیم. ما آیپد گرفتیم، تورنمنت ایرانی رو میرفتیم با ان ای. ایو بازی نمی‌کردیم، سخت بود کم ایو، ولی خب ان ای سخت‌تر بود. ان ای خیلی سطحش بالا بود و ایگانتینا و مورگانه که همه ان ای بودن. تایمش بد بود، 4 صبح 5 صبح بازی کردیم. ان ای اومدیم سمت اروپا. بچه‌ها آیپد گرفتن، راموس آیپد گرفت. من بودم، راموس بود با اشکان آستریکس بود، خیلی بازیش خفن بود. هادی که آوریم تو تیم خودمون. یه سری اینا که اسمی بری الان دیگه کلا نیستن. اشکان آستریکس نیست، حسام ریچارد نیست، حسین فایتر نیست. اینا حالا هر کدومشون توی زمان بازی زمانی با ما بودن. امیرعلی بندر با ما بود یه مدت. ولی خیلی خوب ریزالت آوردیم. رفتیم ایوان اسپانسری، اونجا 5 6 تا پلیر بودیم که میتونم بگم همشون جزو تاپ‌های ایران بودن، ولی زیاد معروف نبودن، می‌خوادن که کانتنت کریتوری نبودن. ولی خیلی خفن بودن. ما تو ایوان خیلی وین کردیم، اکثر تورنمنت ایرانی وین کردیم و همه گفتن این تیم کیه که انقدر تازه اومده همه رو وین می‌کنه، هکرن. ما بازی همدیگه رو کاملا می‌دونست. آره من و آلیکن و راموس و اشکان سریکس و 2 نفر دیگه گفتن اینا هکرن. دو گرسه با مام بود، لیدمون رو وین کردیم، گفتن هکرن. بعد ما رفتیم تورنمنت بی سی، اون موقع 20 تورنمنت داشت. رفتیم تورنمنت بی سی، خیلی خوب بازی می‌کردیم. رنگ اون موقع لند زدیم دورمیتوری ویگانتینا و مورگانتینا میادن، بعد ما میزدیم نمیزدن. بعد چون ویگانتینا توی بی سی بودن ما اونا رو وایپ می‌کردیم، اونا ریزالتشون بد میشد. ما رو اومدن گفتن شما باید اوپن اپ بدید. ما همه چی دادیم، گفتم مشکلی نیست ولی فردا انانس زدن شما بلد نمیتونید بازی کنید. گفتم به چه دلیل ندادن، فقط بلاکمون کردن. بعد ولی دلیل اصلیش بود که ما دیگه مثلا نریم تورنمنت تا خودشون میکنن. خیلی قدیم بود. خب دستمون به جایی بند نبود چون نه یعنی عملا می‌خواستن شما رو حذف کنن برای اینکه دستاوردهای بیشتری در. البته همش الان رفیق منن، ولی خب قدیمی همش اتفاق افتاد. دیگه گذشت و ایو بازی کردیم، ان بازی کردیم که آروم آروم هم میشونیم جلو دیگه. رفتیم بعد ایوان ما چون بند شدیم، هادیکن با سویج دوست بود. علی سویج و لینچ بودن. گفتن ابوال تو هم بیار، چون ما خودمون بند شدیم رفتم با اونا تیم شدیم. من و سویج و لینچ و هادی که 6 ماه فکر کنم 21 تورنمنت بزرگ پشت سر هم وین کردیم. پشت سر 6 ماه پشت سر هم وین کردیم. خیلی تیممون قوی بود. سر مسائلی حالا تیم پخش شد. دوباره من و هادی و دکتر حساب و راموس تیم شدیم و تا الان دیگه تیمی. الان مثلا بچه‌ای که نباشه حالا چنج می‌کنیم، میریم با اروپا میایم، ولی خب در اصل بمونیم من و راموس و دکتر و هادی. یه سوال که خیلی‌ها میپرسن و هر کسی یه جواب داره. توی فصل اول و قسمت اول دوست دارم از تو این سوالو بپرسم که واقعا بهترین پلیر ایران کیه؟ هادیکن. ترکیب از موومنت، ایم، عقل بازی، تورنمنت، اوپن لابی همه چی داره دیگه این پلیر. این اگه قرار باشه یه نفر به عنوان بهترین پلیر کالا نگاه خیلی هستن خیلی خوبن. دکتر حساب خیلی خوبه، راموس فول العاده. دقیقاً می‌خواستم به اینجا برسم. چون راموس مثلا کسی میگن چون کانتنت نمیذاره کلا فوتباله، میگن آقا این مثلا چجوری بازیش خوبه. راموس تجربهش خیلی بالاست. قبل ما مثلا اوپن لابی بازی میکرد، تجربهشو داره، ایمشو داره، عقل تورنمنت داره. عقل تورنمنت چجوریه؟ به ایم نیست، به موومنت نیست. تورنمنت بلد کیل بگیره، کمپ کنه، کیل بگیره. تورنمنت قلق داره، قلق تورنمنت یه مغز بازی جدا میخواد. دقیقاً دکتر حساب هم که خیلی بازی شبیه منه. فقط تنها پلیری که بازیمون خیلی شبیه همه، فقط اون اسنپ بیشتر از من میزنه، من شاتگاه بیشتر میزنم، ولی سبک بازیمون خیلی شبیه همه. هادی هم که سبک مختلفه کلا. تو این مسیری که گفتی جرقه‌اش از 3 سال پیش خورده، کسی بودی که ازت حمایت کنه؟ آره قدیم که حالا مثلا میگم من لیدر بورد بودم، اسم چند نفر رو گذاشتم، اونا منو استوری کردن، فالوور گرفتم.
ولی خب یه کار دو طرفه بود، نمی‌دونم کسی بدون چیزی حمایت کنه منو. ولی خب کسایی که مثلا علی سویج بود تو تورنمنت هوامون رو داشت، خود امیر لینچ حالا سر مسائل جدا شدیم ولی خب هوامون رو داشت. با هم دیگه الان در ارتباط نیست. نه ولی خب میگم هوای کانتنت نه که استوری کنه کامیتی کنه، تو تورنمنت دیگه رفاقتی. بعد گذشت حالا سر مسائل مشکل خوردیم ولی خب تو کانتنت هادیکن هوامون داشت چون اون اول یوتیوب شروع کرد، بعد هوامون داشت. هادی ریپرم که جدیدا میبینید دیگه واقعا هوامون داشت. همین. دم همشون گرم. عزیز. اولین پلیر معروفی که باهاش بازی کردی؟ چقدر معروف؟ خیلی معروف. آکمن بود، لینچ هم بود ولی خب لینچ موقعی که من بازی می‌کردم خیلی معروف بود. این شاید الان یکم اومده باشه پایین‌تر یا هرچی، ولی اون موقعی که من با لینچ بازی می‌کردم لینچ تاپ ایران بود دیگه، یعنی بیشترین پیج اینستا رو داشت، یوتیوب رو داشت. اون موقع امین فرون سابقه خاصی نداشت، امیتیکس سابقه خاصی نداشت. لینچ تو اینستا و یوتیوب خیلی بالا بود، تاپ ایران بود. تو تورنمنت تو همه چی. بزرگترین دروغی که توی کال آف دیوتی موبایل پیچیده چیه؟ دی ان اس 100%. خیلی میگن دی ان اس مثلا فلان میکنه، دی ان اس هیچ کاری نمیکنه. چرا؟ چون موقعی که کال آف ولی میگن یه سری کارا رو میکنه، اینکه ریجسترت بالا میره، پینگت ثابت میشه. نه وقتی تورنمنت میرفتیم ما کالا فیلتر شد، بخاطر تظاهرات و هر چیزی کالا دیگه فیلتر شد، بعد با وی پی ان بازی می‌کردیم. بعد ما با همون وضعیت وی پی ان که بازی می‌کردیم، پینگ بالا حالا نوسان، بازم کیل می‌زدیم. خارجی اومدن گفتن شما وی پی ان یوز میدید به خاطر بهتر شدن بازی. نمی‌دونن که آقا ایران یه همچین وضعیتی داره، ما مجبوریم مثلا اینجوری بازی کنیم. خیلی هم ریزمون بد می‌کرد حتی. بازی می‌کردیم با وی پی ان، خیلی هم ریزمون بد بود واقعا، ریجستر بد. ولی خب فقط برای اینکه لوگین کنین و بازی بیاد بالا. نه خود کالاف هم بعد سرور اروپا و ان رو با وی پی ان بازی می‌کردیم. سرور ایران آزاد بودیم بدون وی پی ان، ولی خب تورنمنت ها همش سرور اروپا یا آمریکا. یعنی اگه میرفتین تو اون سرور عملاً باید وی پی ان می‌زدیم. آره بدون وی پی ان تایم اوت می‌شدیم مثلا. آره بعد بازی می‌کردیم، ریجسترمون خیلی بد بود ولی خب بازم می‌زدیم. بعد 6 ماه هیچ مشکلی نبود. یهو اومدن گفتن وی پی ان فلان میکنه ال میکنه، ولی خب وی پی ان هیچ کاری انجام نمیداد، فقط ما مجبور بودیم بزنیم. کالاف از تحریم در اومد، ما بدون وی پی ان شدیم، ولی اسم وی پی ان رو بازیمون مونده بود. آقا ایرانی‌ها وی پی ان یوز میدن، ولی مثلا آقا وی پی ان هیچ کاری انجام نمیده. اینو من خودم واقعیتش آره. تا الان نشیده بودم، یعنی یه توضیح کاملی. آره هیچ نشیده بود. آره یه توضیح خارجی‌ها کاملی. همین فکر می‌کنن آره. که آقا ما وی پی ان میزنیم، وی پی ان یه هکه، ولی نمیدونن که آقا وی پی ان هیچ مزخرف قشنگ. دمت گرم که گفتی. ایرانی‌ها که خودشون وی پی ان دیده بودن اونا گفتن دی ان اس. دی ان اس همه مودم‌ها نیاز به دی ان اس دارن دیگه، دی ان اس عادی. بعد گفتن دی ان اس میزنن پینگشون بهتر میشه، ریجستر بهتر میشه، دی ان اس تخریبی میزنن، عدم چرت و پرت. هیچ دی ان نیست. حالا من کامل نمیتونم 100 بگم، 99% دیگه با همه بازی کردم، با همه پلیرها دیدم. تنها چیزی که ایم خوب میکنه نمیدونم تخریب هر چی هکه. هک داریم که پینگ خوب میکنه، هک داریم که نمیدونم ایم خوب میکنه، هک داریم وال هک، همش اینا همش هکه. خود دی ان اس هیچ کاری انجام نمیده، هیچ کاریو. هک به واسطه یه اپ جدا نصبش روی آیپد. آره R6 فکر کنم، هکای دیگه هم تکا اومده بود ولی درست نمیدونم، ولی خب اصلی ترشون R6 فکر کنم. هک پینگ دارن واسه آیپد نمیدونم اصلی دارن، ولی واسه پی سی و موبایلی که هست واسه آیپد هم فکر کنم باشه. یعنی مثلا پینگ 60 هک میزنی پینگو میکنه 20 که آقا تیرات میخوره بگی آقا پینگم خوبه، ولی خب این هکه مثلا هیچ پینگ خوبی نیست. مینویسه اونجا که مثلا پینگت شده 20. آره 20 اونایی که هکر. چون من خودم یه سری چیزا شنیده بودم که مثلا درصدش میبرن بالا، درصدش آره اون درصد که داره ایم دیگه، ایمت خیلی قفل میکنه، 70% قفل میکنه، 30% قفل میکنه که همش هک دیگه. ولی خب توی اوپن اپ همه ی هکا معلوم میشه. الان داخل اوپن اپی که مثلا میزنن برای تور فکر کنم امکان نداره اصلا 1% کاملا قابل رؤیت باشه. آره تنها چیزی که امکان نداشت قابل رؤیت باشه اسپکت وال هک بود که سیزن جدید 15 ثانیه دیلی داره که اونم دیگه از بین رفت. یعنی شما ریکوردو با اوپن اپ پیوسته بگیری، یعنی ریکورد کات نشه بعد اوپن اپ رو بگیری، چون میتونی مثلا با یه دیوایس دیگه بیای اوپن اپ رو بگیری. اگه پیوسته با هم بگیری هیچ راهی نداره که از هک فرار کنی، امکان نداره اصلا همین چیزی. واسه پی سی هست، واسه آیپد نمیشه اصلا همین چیزی. پی سی رو که دیگه راه در روز زیاد داره، ولی واسه آیپد امکان نداره. یه سوالی که خیلی خودم دوست داشتم ازت بپرسم این بود: امین اینفرنو یا امید 6؟ نگاه جفتشون خوبم، ولی موقعی که من اول کالاف مثلا بیشتر دنبال می‌کردم ویدیوهای امید 6 رو می‌دیدم، چون امید 6 هم یه سیزن 2 سیزن قبل ما لیدربورد بود و بیشتر به تاپ ما میومد و به نظرم اون موقع سطحش از امین فرنو خیلی بیشتر بود. ولی میگم جفت اینا خوبن تو کانتنت، ولی تورنمنت پلیر نیستن.
حتی 1% هم نمیتونن تورنمنت بازی کنن. این تورنمنت پلیری تجربه میخواد، روزی 10 ساعت بعد تورنمنت بازی کردیم. من الان 3 ساله 4 ساله داریم روزی فلان ساعت تورنمنت بازی میکنیم. NA لاتم EU تمام سرورها رو اینا هیچ نمیتونن تو تورنمنت هیچ کاری کنن. کانتنتشون خوبه، بازیشون خوبه، ولی تو تورنمنت نمیتونن بازی کنن و هیچ راهی نداره که اینا بتونن تو تورنمنت مقامی بیارن. هیچ راهی نداره. میگم اینا چون تورنمنت پلیر نیستن عملاً. تورنمنت پلیر بعد تورنمنت پلیر باشی، تجربه داشته باشی، پینگ داشته باشی. نمیدونم حالا پینگش بکنن دارن، ولی خب تجربه و تیمشون ندارن. یه سوال یادم باشه راجع به پینگ ازت بپرسم بعد از جواب دادن به این سوال. پس تو بین امین اینفرنو و امید سیکس محکم امید سیکس رو قبول داری؟ آره. اوکی. در رابطه با پینگ ما خب یا از اینترنت خطمون استفاده میکنیم یا از اینترنت وای فای. یه سری صحبت ها هست در رابطه با اینترنت، خیلی الان بهش دسترسی دارن، مثلا فیبر نوری، مثل اینترنت اختصاصی گیمینگ یا چیزای دیگه که الان صحبت شده راجعش. خودت از اینترنت خاصی استفاده میکنی؟ آره. من از فیبر نوری استفاده میکنم. فیبر نوری تو هر منطقه هست و هر منطقه نیست. شانس اونه که تو منطقه ما هست. هزینه خاصی هم نداره، فقط تو منطقه ما هست، ما میتونیم استفاده کنیم ازش. فکر کنم یکی از بهترین نتای ایرانه. پینگ ثابت داری؟ آره یعنی؟ پینگ ثابت نسبتاً و بهترین پینگ ایران فکر کنم. قبل الان دقیقاً چنده؟ سرور ایران حدوداً 40. سرور پینگ 40. آره. توی سرور ایران. 40. سرور اروپا که اکثر تورنمنت ها هست میفته 56 7 55 58 55 تا 60. سرور NA 83 4. یه هزینه خاصی باید بابت فیبر پرداخت معلمون هست، فقط مودم می‌خری با پول نتش دیگه. هم. آره. ولی واسه بازی خوب باید اون پینگ رو داشته باشی. بدون پینگ هیچ کاری نمی‌تونی کنی، هیچ کاری. من قبلا با ایرانسل بازی می‌کردم قبل این خونه جدیدمون. میزدم ولی خب زورم نمیرسید تو سرور اروپا هر کسی بتونم بزنم. واقعا نتم تیرام نمیخورد تا اون حدی که باید بخوره. نداشتم اون همه. می‌داشتم ولی میگم پلیر تاپ تیم نبودم که بتونم 1 به 1 2 به 1 بزنم. ولی وقتی نتم عوض کردم تونستم 1 به 2 2 به 1 نه راحت بتونم بزنم. نت خیلی رو تورنمنت تاثیر داره. توی این مسیر رشدی که داشتی سخت‌ترین چالش ابوالبز چی بود؟ چالش سخت خیلی بود. لیدربورد من خیلی پاره شدم. حالا شاید خیلی گذشته باشه، زیادم مهم نباشه، ولی خب روزی 20 ساعت بازی کنی، 21 ساعت بازی کنی، 3 ساعت بخوای دور پاشی بازی کنی، خیلی سخته. خیلی سخته. شاید بگم سخت نیست ولی واقعا سخته. الان برنامه روتین زندگی چجوریه؟ من ساعت مثلا عصر میرم باشگاه، میام تورنمنت ایرانی از 8 تا 11 12 بازی میکنم. 12 تا 2 3 اروپا بازی میکنم. اگه نخوام بخوابم و تورنمنت‌های پرایز بالا باشه NA یعنی آمریکا ساعت 3 تا 5 6 صبح NA بازی میکنم و بعدش میخوابم دوباره بیدار میشم. یعنی قانونا چیزی به اسم خواب شب نداری؟ نه نمیشه اصلا داشته باشه، چون ادیتت میمونه. نمیدونم کارهای منیجریت که با اسپانسر حرف بزنی، با منیجر تیم حرف بزنی، با تورنمنت حرف بزنی، میدونی که ایرانی هم خیلی اذیت میکنن. تو باید حرف بزنی و پیگیر باشی. آره پیگیر باشی. خب ولی خب دانشگاه هم هست، ولی خب کم در کنار همه اینا درس هم می‌خونی. اگه کال آف دیوتی موبایل نبود چه بازی دیگه می‌کردی؟ من قبلا کانتر بازی می‌کردم ولی خب کانتر رفاقتی بود. من بازی آنلاین کلا دوست دارم. پی اس هم خیلی خوب بود، تو قم همه رو می‌بردم پی اس، ولی خب میگم رفاقتی کلا بازی می‌کردیم. یا مثلا تو گیم نت می‌رفتیم گیم نت. تو گیم نت مثلا مسابقه می‌دادیم گیم نت محله‌ای. ولی خب من اصلا زیاد اهل بازی نبودم. کلا ورزش می‌کردم. اول یادم دنبال ورزش بود. آره. از بچگی ورزش می‌کردم. اول فوتبال بودم تا مثلا 10 سالگی 12 سالگی. بعدش رزمی بودم، بعدم بدنسازی. ولی خب بیشتر تو ورزش بودم دیگه. اگه قرار باشه 3 تا پلیر ایرانی رو جدا کنی مقایسهشون کنیم با 3 تا پلیر خارجی، کیا رو اسم می‌بری؟ تورنمنت پلیر یا کانتنت؟ کلا بهترین پلیر ایرانی. آره 3 تا پلیر ایرانی 3 تا پلیر خارجی. ولی تو تورنمنت مثلا شاید بازی مثلا راموس زیاد مخاطب پسند نباشه، چون بیشتر رایفل ایم میکنه رو مثلا موونت خاصی نمیزنه، ولی موونت بلدی داره دیگه، تو تورنمنت چجوری نمیره به جا میزنه. ولی خب تورنمنت بخوام بگم آره دیگه دکتر استاپ، راموس و هادیکن جلوی سه تا بهترینا ببینید الان بهترین تورنمنت پلیر خارج یه دونه کلاد، شاید زیاد نشناسیدش، یه دونه کلاد روسیه‌ایه، یه دونه اسلایره،
اسلایر هم شاید بعضی بگن نه مثلا اسلایر هم که یه تایمی کلا با خودت. آره. ولی اسلایر هم شاید بگید مثلا نه مثلا اسلایر فلان ایمش خوب نیست، ولی اسلایر بلده کاره، مثل راموسه، کیلاشو به کیل زیاد میگیره، موومنت به جا میزنه و بلده تورنمنتو. اسلایر کلا نفر سوم لیدر تیم میخوام بگم نگدی، به سطح بازی میخوام بگم لودینگ یکم افت کرده، ولی لودینگ هم خیلی خوبه. روسیایی ها ایرانی‌ها خیلی رقابت دارن تو کالافا. اگه قرار باشه یه دوئل توی بتل بزنیم فکر می‌کنی رقیبت کیه که نمیتونی بزنیش؟ آدم هادیکه به نظرم، هم تو بتل رویال هم تو مولتی. هادیکه یکی از پلیگریه که تو بتل میگم موومنت‌های ما داره، تو مولتی هم خیلی فوق‌العاده است. من شاید بگم بهترین تاپ‌های مولتی هم بیاریم، تو مولتی میتونه هادی بزنتش راحت، میتونم بگم. هادی در کنار اینکه بتلش خوبه مولتیش هم خوبه، کلا استعداد خیلی بالایی داره. یکم شاید استفاده نکنه ولی خب فوق‌العاده است این بشر تو مولتی تو بتل تو همه چی. یه چند تا سوال کوتاه داریم که باید با سرعت بالا جواب بدیم. اسنایپ یا شاتگان؟ شاتگان. بتل یا مولتی؟ بتل. پی سی یا آیپد؟ آیپد 100%. اصلا سمت پی سی نمیری. پی سی اصلا برای بازی موبایل نمیخوره. لگ باگ داره، کلی مشکل داره، ایم اسیست نداره، اصلا برات نمیخوره. راش دادن یا کم کردن؟ راش دادن 100%. استریم یا مسابقه؟ تورنمنت. مسابقه. پول یا شهرت؟ شهرت پول میاره. پابجی یا کالاف؟ حالا اگه کالاف فردا فیلتر بشه حاضری بری پابجی بازی کنی؟ نه اصلا خیلی چرته. کاری ندارم ولی خیلی چرته. چرا؟ اصلا نگاهش میکنم نمیتونم حذف کنم همچین. یه صحبتی که الان خیلی باب شده اینه، میگن کی با شورت و قابلمه میره تو میدون جنگ. آره دیگه اصلا پابجی خیلی داغونه. کاری ندارم ولی واقعا داغونه. کلا پابجی نیست. اصلا. پابجی پلیر باشه کنسل. آره دیگه حالا که ما خودمون دنبال این نیست. میدونی که پابجی پلیرها میگن که گرافیک پابجی از کالاف بیشتره. انشالله که خیره. میخوای بگو سانسورش میکنی؟ نه واقعا چرت دیگه. نه خیلی اصلا بازی داغونیه، منطقی نیست بازی. یا مثلا میگن اسکینای پابجی از اسکینای کال اف دیوتی موبایل اصلا خیلی بالاتره، چه از لحاظ کیفیت چه از لحاظ ساختار. خیلی بازی داغونیه نسبت به کالاف خیلی هم واقعی تره. یه دلیل بخوای بیاری که حرفتو منطقی نشون بده چی؟ گرافیکش دیگه، گرافیکش معلومه است. به غیر از گرافیکش اگه روزی برسی که از کالاف خداحافظی کنی به نظر چیکار میکنی؟ من کلا آدمیم که بیشتر مدیریت میکنم و با عقلم بیشتر کار میکنم تو بدنم. 100% تو کارهای دلالی و مثلا مدیر تیم باشم و این چیزا میتونم انجام بدم، چون مسئولیت پذیرم تو تیم، خیلی مسئولیت پذیرم. با اینکه اصلا بهت نمیاد ولی مطمئنم اونجا میتره. چه هدفی برای آینده‌ت داری و در آینده قراره چی از ابوالفضل ببینیم؟ استریمو میخوام شروع کنم تو پیج دوم یوتیوبم. استریم تورنمنت‌ها رو کلا میخوام بذارم، تورنمنت‌های خیلی بزرگ که فکر نکنم کسی اصلا استریم بذاره ایرانی. استریمو میخوام شروع کنم و الان گیم پلی‌های پیجم کلا تورنمنت تو یوتیوب. میخوام اوپن لابی و رنک مثلا اسکادم تو اون پیج استریم بذارم. یه چیزی که به طرفدارات هیچ وقت نگفتی ولی الان میخوای بگی. حاجی خیلی خوبن، کاری ندارم. اما ببین من شاید پیج اینستام و یوتیوبم اندازه بقیه نباشه، ولی من هر پستم مثلا کم کم یه ویو خاصی رو میخوره. مثلا میگم یه ویو ثابتی داری، ثابتی دارم. مثلا میگم طرف پست میذاره یه پستش 30 ویو میخوره، یه پستش 2 ویو میخوره و کامنت هر پستش بالا 50 تا نمیشه. ولی من هر پستی رو بذارم با هر کانتنتی ویو خواسته رو میخوره و هر ویدیوم بالا 200 تا کامنت میخوره. یعنی خیلی دوستشون دارم. فن لایوت هم 2 ویو لایو داشتی. آره تو خود فکر 3 بودن 2 بودم. آره یعنی میگم کل کامنت‌های دور فکر ابوالفضل و پرچم ایران بود. یعنی چون خودم بودم و همیشه هیچ وقت نقش بازی نکردم و مثلا واقعا بعد کسی نخواستم، خودم لطف داشته و واقعا دمشون گرم ملت. اگه 5 سال دیگه این ویدیو رو ببینی دوست داری چی به خودت بگی؟ اگه پیشرفت کرده باشم دمم گرم بابت تلاشم و یعنی من خیلی حاشیه بوده که آقا گفتن هک، به خاطر اینکه مثلا کسی که هیچ هک یوز نداره بهش بگن هک خیلی رو مخیه. تو هر چی بخوان ازت میدی، اوپن اپ چک دیوایس هند کم جلوت بیای بازی کنی. من همه چی میتونم بدم، من تورنمنت حضوری بذارم، فرق نمیکنه واسه ما که همه چی داریم. یعنی الان اگه یه
تورنمنتی بخواد برگزار بشه حضوری به صورت خنده می‌ری. حضوری باشه آره شما حاضری که هم خودت هم 100% تیمتو بیاری که راحت. آره ما که میدونیم بالاخره با هم بازی میکنیم و همه چی میدیم. آقا یه هکر وقتی هک بزنه یه بار اکانتش باید بند شه، چون هک نمیشه بند نشه که یه بار باید بند شه. من 4 5 سال یه اکانت دارم بازی میکنم، حالا اکانت عوض کردم ولی خب اکانت بند ندادیم که نمیدونم یه هکر نمیتونه اوپن اپ بده. من شاید یه جا اوپن اپ نداده باشم ولی اینجوری نبوده که اوپن اپو ندم، مثلا رو ریکورد نکردم. نه اینجوری نبوده که اوپن اپو مشکل داستانیش آره بخوای داستانی بکنی که مثلا نخوای دقیقاً. بدی. و من همیشه دادم دیگه، همیشه هم میدم، اصلا مشکل نداره اصلا. که اینقدر با قدرت صحبت میکنی نشون میده که کلا اهل اینجور داستانا هم نیستی. ابوالباز پلن داره تو مسابقات رسمی کال اف دیوتی موبایل شرکت کنه یا نه؟ 100%. الان تورنمنت فرق 25k دلار چه میشه، فکر کنم 2.5 میلیارد تومان هم 2 هفته آینده است. بحث ریزالتشون چطوره اینا؟ واقعا پرداختی دارن؟ آره 100%. فرق دیگه معتبرترین تورنمنت دنیاست و آخر هر ماه میلادی پرداخت میکنن. ولی خب مثلا تقسیم بر چند تا تیم میشه دیگه، همش واسه تیم وینر نیست. اگه قرار بود یه تیم ایدئال کال اف دیوتی موبایل تشکیل میدادی بجز خودت حاضر بودی کیا رو به جای اون 4 نفر کلا تو کالاف خارج ایرانی؟ تو کالاف ایران و خارج اگه قرار بود 4 نفر رو انتخاب کنی به عنوان یه تیم که لیدرش شما باشی ولی خودت بازی نکنی، درست. کیا رو حاضر بودی انتخاب کنی؟ اگه 4 تا پلیر بخوام بگم، چه ایران چه خارج. آره راموس و هادیکن و دکتر حساب و اسلایر رو میذاشتم، ولی این تیم لیدر نداره. یعنی تو باید تو هر تیم یه لیدر تیم داشته باشی بتونه تیم رو کنترل کنه، کجا لند بزنی، کجا مثلا برنگردی به لندت. نگدی میذاشتم تو تیم، شاید سطح بازی خیلی خفن نداره ولی خب تجربه و لیدریش از همه. کیا حاضر بودی حذف کنی؟ اسلایر رو حذف کردم، راموس و دکتر و هادی و نگدی. یه پیام کوتاه برای گیمرهای ایرانی. باید به سطح بازی نیست همه چی. باید تو این اینستاگرام مغزت کار کنه، چه پستایی بذاری، همش گیم پلی نیست. باید خیلی مغزت کار کنه. بعضیا میگن نه من گیم پلی هم سطحش بالاست باید حمایت شم. نه خیلی باید مغزت کار کنه. همه نوع ویدیو بذاری و میگم باید مغزت کار کنه دیگه. بعد پیشرفتم بعد خستم نشی. تا حالا شده حس کنی به تو این فضا ظلم شده؟ خیلی همون داستان هک و اون آره ساعت گیممو میگفتن هک و خود ایرانی‌ها میگفتن بیشتر فشارم میومد چون خارجی‌ها زورشون نمیرسه و دوست دارم مثلا پرچم کشور خودشون خارجی‌ها هر جا ببینن. آره ایرانی هست. آره دیگه ایرانی‌ها خیلی خوبن و میگفتن واسه مهم نبود بدون هیچ دلیلی. میومدن میگفتن آقا هک ما میگفتیم ریکورد اوپن اپ بدیم، میگفتن به ما ربطی نداره. همین تورنمنت اروپا من هادیکن رو بند کردم بدون هیچ دلیلی. ما ریکورد اوپن اپ همه چی دادیم، برگشت گفت من از شما خوشم نمیاد، من نمیذارم بازی کنید و خیلی فشار داره همچین حرفی. این هم تلاش کنی یکی بیاد همچین حرفی بزنه. کی توی این کامیونیتی راحتی و با کی حال نمی‌کنی؟ با دوستان خیلی راحتم. با کی حال نمی‌کنی؟ خیلی هست. نه خب نمیشه آجی بگم، خیلی دردسر میشه. خیلی دردسر میشه. به خودتون میگم بخواید زیاد هستم ولی تو ویدیو خیلی دردسر میشه. خب فکر ترین آدمی که توی کال اف دیوتی موبایل تا به الان دیدی رو اسم ببر. خیلی هستن، اسم نمیشه برد. اونایی که مثلا میذارن من 500 کاسیفی میدم 10,000 تا اکانت همش چرت و پرت دیگه، شاید بعضی ندونن. من یه ویدیو دیدم داخل اینستا که یه حساب کتاب سرانگشتی کرده بودن 10,000 تا اکانت رو اگه قرار باشه ضرب در 10 میلیارد میشه اصلا. آره رقمش خیلی سنگینه. و به نظر خودت واقعا کسی میاد 100% نه امکان نداره. همش چرت و پرت. همچین کسایی که همچین کانتنت هایی میذارن بعد بزنین بلاکشون کنین کلا. خیلی نامردیه دیگه. اگه بخوای یه قانون توی کامیونیتی کال اف دیوتی موبایل وضع کنی چی؟ به سطح گیم باشه، یعنی بیشتر ویورا بیان به سطح گیم نگاه کنن. البته به فام بودن هم خیلی مهمه، چون فام بودن مهمه، سطح گیم مهمه. کلیت بیتو کسایی که مخاطبو خر فرض میکنن کلا میذارن مثلا از بیخ آره من میگردم. اگه بخوای یه آیتمی رو به کال اف دیوتی موبایل اضافه کنی چیه؟ یه زمان مشت و یه کلاسایی اومده بودن، مشت میدادی سرعت بیشتر میشد واسه یه چند ثانیه. فکر واسه 1 سال و نیم 2 سال پیش بود. یه کلاس جدا بود مثل آپگرید بود. می‌کردی و مشت سرعت زنبورم بود و یه دوربینی داشت. مشت از همین بهتر بود. موقعی که ما با تیم بودیم خیلی استفاده کردیم ازش.
به نظرم آیتم باحالی بود، هر چند سری یه بار بیاد حال میده به بازی. اگه قرار باشه یه آیتم رو از کال آف دیوتی موبایل حذف کنی چیه؟ دیفندر. خیلی رو مخم. واقعا فکر می‌کردم لانچر اونگی یا اینا واسه تورنمنت بنن اصلا. کلا بنن. آره. تورنمنت چیزایی که آزاده دیفندر خیلی رو مخیه. واقعا دیوونه می‌کنه آدمو. قبلا ترپ بودا، موقعی که ترپ برداشت ترپ خیلی اذیت می‌کرد. ولی واسه الان دیفندر دیگه. خب. داداش دمت گرم که اومدی. خیلی ممنونم. لطف کردی. اگه قرار باشه یه پیشنهاد بدی به کسایی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن که بتونن پیشرفت کنن چی؟ همه نوع کانتنت بذارن، کلیت بیت نزنن، فان بیشتر بذارن، عدد 8 کامنت نکنن واسه 10000 سی پی. میگم همه نوع کانتنت سالم برگزار کنن، همینجور ادامه بدن دیگه، به خاطر ویو بد نترسن. دو تا ویدیوشون ویو نمیخوره، ویدیو سوم بذارن و دیلی آپلود داشته باشن. خودت از نظر خودت دوست داری ویدیوی بعدی رو با کی ضبط کنی؟ کسایی که مردم بیشتر باشون حال میکنن. وحید خیلی خوبه، امیلینچ هم خیلی خوبه، به نظرم جفتشون واسه ویدیو بعدی خیلی خوب باشه. مرسی عزیز. آره.